آی بلند بلند آی بلند های امان ناز دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه به گیل جون زنده بشی سلامت بشی یه دقیقه دام غنیمت گیل جون زنده بشی شما جانجانه اول داری دقیقه خبر نداری کجا ما این برم کجا میبری ما برم 10 سال ما نوروز رستی ما هم همین باشم از تو بپرسم چکار شد گیل معامله تو دقیقه حالا ما چی دیگه ما عاشقم دیگه میفهم قاشق گیل خبر داریم تو چند دفعه داستان خوبه دو جانبه نیه یک جانبه ها انال دختر ماما نوروز میگه اگر ایانا اتفاقا اصولا مر به گیلک بدیم امکان داره که خرلی برای اندازم با پیار گفته چی خرلی با دختر گفته که ما خور میندازم به تحت نور که اصلا نمونه قیافی بدفوکس گیلک ببینم ما گفتم نه حکمن و جز من گیلک حکمن و جز من عجی که بره شاغلان بستونه بابا بدم بیتریه به نظر تو خیلی بیتره گیلک جو عجیب بیتره به تو گیلک سه که برارمه این رو سبا مثلا مامان رو نمونه خیلی خوشی بوموره مثلا خاک بزمون تو اگه مامان روز خسور تو بوموره مثلا مال میراز خیلی به درد تو میمونه اونا هم میرسه با تو سبار نون تو برو غن میشه گیلک یعنی گوه و خرا اینا همه گفتن همه زمینا همه به تو میمونه گیلک جو سکسیا چی؟ هم از تو میشه دیگه چی میرفته قراری کرده تو با یکی تو از امال پا خود همین که پیش بگذار گیلک نقضا که غلام جلو شه غلام؟ فهمیدی؟ من دلبند غلام هم این دادم چی اختیار داره میای در سرا همسایه ما درست کنم همسایه اما دختر گفت اگه من به گیلک بدی خوردر میدون چرا من نستونم گیلک جو برو پیش قدم شو برارمه نقضا غلام اگه اومد دون از سخ برا کو بزن به تنی جو که به میسه می بغلاس کشه و سنگینه تو دیگه قوت داری گیلک من دارم جمعون تو باید چیدی برو من روزه ببردم قوت ندارم برو حالی روزه به کجایی برو گیلک به نظر تو فشکش چنده بدم فشکش بابا ماما نیروز با غلام میراث نیاز به پیشکش داری چیر با شاید از تو بگیره شیربا اون دختری که گردی اون ارزش نداره کل پخت پرچه بیشی دیمونی مچلی راست میگی کجولی تشکر بدر گیلک برو دیگه همرنگتونه نظریات لطف بشمونه برو گیلک جو زنده بشی برار برو من میگم بشی چربیتی بخونو به نظر تو چی نتیجه میده اصلا درس رای ندیله نکن جلو قسته خوب برتونو کبرا از نمیفهمی اگه من به جیلی جاتو نمیبیدو گردانم من یک سال درس رای نتکن نمیخوردم اصلا میگه برو تاشون بشینم خیلی بینی برو گیلک آخر رو مجبور میشه دختر خون میده به من خیلی بینی اون باید چه کار کنه هیچ کسی رو نمیستونه زنده بشی خونه بمونده با یک وقتی با تو نگی ادعا کنی که من به پیار خومم نه گیلک جو پیار ندی تا زن داره با زن میرم ماه توی گفا میزنی خدا حافظ خوشه بدی خوشه بدی بخیر بشی برسیدم در سرا هر کس میفهمه نظر داره آی گله دست من بستان بوی کو ها دلارام ای میانی کا کلای خود پنو کو ای جانم ابو ای وی برجا کی رفتی منم ندیدی بمونجی با خود گل گفتگو کو ای اوا کی شرشر میکنه میشا کی ور میکنه چه کار گیلک دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالو برو به اینجا خوندن به چی میادم تو خوندن میکنی چرا؟ برو اینجا خوندن کن خاطر دیگه ما مسخط دارم من مقصد داری برو اینجا خوندن کن چه کار میشه؟ بابا بعده در بسته کن که کل من نگیری در بسته کن
دلچینی در بسته کن. در بیا ای بر بسته کن، یا ای بر برو یا او بر برو، در بسته کن. چرا ای خوش آخر من نمیشه، چرا هیچ کس به فکری من نمیشه. نانی منه پیانو بیارم تو میزنم. کی؟ پیار تو؟ پیار آی هزاران عاشقان داری تو بچه چکاره؟ بله چکاره اینگه شیشه؟ مامان روز بله بگو تکلیف ما چه کار میشه؟ کجا تکلیف تو؟ تکلیفی که نمی بیام ده گفتم من دختر شما مای اومد وخی کاکا وخی مرد کار کنو وخی چاره؟ ما دختر خدام جو تو دیونه میدون چرا شما دختر شما خیلی هوشیاره؟ وخی کاکا وخی به دختر خود چند نفر عروس کنو وخی شیری سخته وخی که من تاگیش نمیزنم ور نمیخوزی چرا تاگوش نه ور نمیخوزی بخریدیم اینجا ور نمیخوزی هرچی با بسی میگو میلا ور نمیخوزی میرو تکلیف ما چه کار؟ بشه تکلیف تو نان روشن بشه تکلیف تو نان روشن مامان روز به خدا وخی دیگه تو به دست رخ نبین وخی وخی میگو وخی به اصابت کنم شما اصابت کن وخی اصابت کن میگو وخی دیگه چشم وقتی دیگه تو دیگه به دست رخ نبینم چشم برو دیگه چشم بده چشم برو دیگه تز برو بده اصابت کتشون آمد اصابت کتشون آمد مسخره کرده خوب چرا مامان امروز به ننه میگم اگه رزی باشه دختر حالا گفتم اگه نه عمر به گیلک باید خود از همه جا دخترم تو کل پرشویش میگیره گپ موفیزی برو برای کار خورو کلمه بیشتر کوخ و کخ داری از شما زبون نزده دیگه برو که میزنم ما تو ما کداره بسته نمیکدی دیگه ایلا خود مقر میکنه مول خیلی مر نماید حاله سری گلک جو خودی صلواتی ایده گذشته مبارک صلوات بشی ایده گذشته تو هم مبارک کجا بدی شاغلا؟ بابا شهر رفته بودم شهر؟ اول به چی کار؟ برفته رو کمک شکوبه بستو رو بوده بگفت شکوبه خیلی خوش داره خود کله پاچه آره گفت کمک تنبه که با بستو رک چوب و یک پیشنهاد رو تو بینم برو نظر من اتفاق بگو چیکار کن گردن اول باشه شاغلان خوب تو اشتباه کردی که بریزی به شهر همین تعریف تو فقط میگی شکم به شطوره دمی که تو میخیندی بالات کشش خنده یعنی به نظر تو فوکس ها و شکوبه بخوره نه فوکس که تو نه تعریفو تعریفه انا دیوم از یه هیچی دیگه من برم با اولن خرابا کنم بیارم به شکوبه استو دو چره؟ دم تنبه چره؟ کسی بزنم نه بابا آبا اکو یکی لکه پولت رو ببردم ها کسی بر ببردم ایله دست خوب کسی خیلی یک بی پدرک بودم پس اشتبیه میدی از شهر پای پیاده نمیده بیده پای پیاده آمدم پای پیاده آبا اکو یک پنجین آمد نقلش کرد دقل مثلا رگم از اینجا تا به شهر ایران 250 کیلومتر تو پیاده بیامیدی 250 کیلومتر یه جورو با چنده؟ 12 کیلومتر 12 کیلومتر پیاده بیامیدی؟ بله ها با به کجا گوه بگرفتی؟ کم صدا خفم گلک تو کجا نه بدی؟ یعنی میگم گوه آمده تو کجا بدی؟ چی؟ تو کجا بدی؟ چی؟ بگم من تو هیچ جا کجا؟ هیچ جا من بس اعظم سلاخ و مستقیم بیامدم کجا بری؟ هیچ جا نمیرفتم میگم به هلنگ میرم برای خر برای خر بری؟ برو بخیر بری بخیر بری اگه به تو میگفتم که به کجا برو که از ما جلوتر میرفتی خود تو جا خوروار میکردی برو که سر تو رد نبی خیلی پاک چرب کردم گیله لیلا در وا کن منو پشت در وا کن منو این چه در وا کردنه این که اقبال منه این که اقبال منه لیلا جان لیلا جان لیلا در وا کن منو پشت در وا کن منو هیچی در وا کردنه این که اقبال منه این که اقبال منه باشه خود در بگرم بکن لیلا خودی به قهر میکنه به اون نبایو من خود دیگر بکنه به اون نبایو
سلام علیکم. بیشتر خوشی بیره خوبی سلامتی جان جانه. سلامت باشه زنده باشه. میگم چکاره بیم دست ما. خب مشکلی داره شما؟ بابا چکاره؟ هیچی ببین آمده من اینجوری روز بازار ما باشو بخیر. میگم جا ما یه خوار دارم. خب و تا نمیشه که ما تقسیم کنم. خب برو گیله دیونم بیا ما ندادم. تو هم با بیمیدی نداده. خب باور کن پیرم مرزاتر بزنه که خوب. اگر پیرتاشو با خونه تو بستر کنم. نه والا باور کن. گفتی که لکه بیا آمده میده اوه باور کن مگر دلبند که لکه آمده نزو کی آمده دیگه بخواسته کری فهمیدی؟ بیا تو با مادر رو بگفته بودم برو دیگه من باشه برو هر جا دایی برو من همین شیشتی و به جانه بره برو من چه رازاری بیا آمده تکا پا بزنه لیلا جان در وا کن منو پشت در وا کن منو این چه در وا کردنه این که اقبال منه کاش که خودی بیامد برو خورده خورده کرد واخه چه کاره رو چه کاره سب والا چه کاره رو برو دیگه خود جوابا نهنی رو وعده کرده بودی گفتیم استاده یعنی مسخره کردی خوب شرم آیا خوب چیزیه ای دختر خوب چند نفر بودم تامیه اینجا خوندن میکنه فقط اینجا لا حول ولا عجب مردمی خدا رسید دست دل پاک دیونه شد یکی میه اینجا گلک دیونه میه چوربیتی میخونه ایبر میکنه که برای بخونه خوبه یکی دیگه میه اینجا چوربیتی میخونه فقط اینجا خونی قلور خیراته بله سلت کرد پلوا بر سلت کرد خود بر سلت کرد خدا کنه این دفعه بگم گفت دل خوبه گفت نگدش که بگم پا خور بزنم والله خود سگ چرا به در بزنی خوش بکنم با ناصر چه کار مو چه کاره کاکاره رو جان شما چیو برتب کنی بگم پا خوب بزنم خوب بگو که پا خوب بگو تیز سه کنی تیز بگو بعد از هر شما من مقبول تعریف یا گیله چه کاره من مقبول تعریف یا گیله نه تو مقبولین هم گیله خب چی شما ولی نانه مقبول نکردی که دختر خوب اینو با قلاب بمونه خاک زنده باشه قلاب من کی با مادر تو گپ زدم خود نانه بگو نانه تو تو گو بله یعنی من نانه تو بدیدم به چشم سر ابو دفعه نبوده به خود شما غلام جو بله من روزی که شما بخصوصی آمادم بکنیم خب من خودم مادر تو شرط داشتم گفتم اگه مر بستونی دیگه گفتم بیوه دیگه گفتم اگه مر بستونی من دختر خونه دو بچه تو شغلم خب درسته که گفته بودی که دختر خوب دو بچه شما خب بگفتم خیلی شرط می بود که مر بستونه خب دیگه من بود نمای شما بستونه نگاه شما چی مشکل داره مشکل من خیلی که مشکل هست دختر خونه میدم سه کار شما یک کاره بکنه برو مادر خود رزی کو یعنی برو مادر خود رزی کنم هر وقت مادر تو رزی شد بکنم دختر خود بده بلکه خدا بره بارو نده رزی شد دیگه او تو بگیر شما باشه که دختر بگی لک نده که بخیر خوشی دیگه برو دیگه شرط مو تامینه دیگه هر وقت مادر تو رزی شد که من خدا دختر خودتو میدم برا با خدا تو رزی انداش نه یه دست رو اومده که بیا اینجا با چوربیتی بخونی چیز بکنی او چاشو سلام علیکم. اون روز ما برای خود کسی رو بدیدم بفهموندم گفتم دوباره به کسی یعنی خیر بینی برو به خدا من پاک دیونه کردم اینکه لگم هر روز میاد درس رو چای بیتی میخونم برای میگم تو کی رای میگم که کجی رای میگم خب من برای او گفتم تو کار خود ساعت تو با کار خود تو باش تو با کار مردم چی داری اما من روز یک چیز دیگه خود شما همین دوتا ساده نافهمی و هم مثل که غلام هم دختر شما ما گیله که ما خواهم هر کدومه که دختر شما دیزیه بدیم به ما بدیم ما چه کار کنیم اینا هر روز در سر شما قداد میکشن تو قبوله من با مادر شد گفتم با مادر غلام تو کو بیا از بیوه بله تو تام آینده داری
بیا مر بست و بسته مال زندگی را نام تو میکنم بفهمیدی من دختر خمیدم با غلام میدم مامان شما هم سر پیری مره که گیری گرفتین شما که زن و خونه خوردار موقع خود چرا دیگه زندمو خود دیگه ما شما نمیفهم والله خود دیگه میتونی قول قرار بخشم خود ندیگه من قول قرار قبول نکنم استاد مادر غلام شما رو قبول نکرده که شما هم دختر خور عروس نمیکنه نمیکنم نه آجا که میخی برابری میکنی پس شما به فکر از اینه که دختر خود موخی کنه آفرین صحیح دیگه پس امون تا هر دم ساعت مگر امون تو دیونار مگر در سرا خب یک سری اونا این دفعه هر کدوم گیر کردم با خود دیونا گاب میزنم به نظر من اگه با گیلک بدین دختر خود بیتره به کی بودم؟ به گیلک باز هم کار ندارم با غلام هم میدیم اگه مادر به گیلک دیگه چیکار شده دختر شما که خیلی تو هوشیار بودینیه یا اثر رفته باشه اونجا دهم خود هفت بکش بعد گپ زد هفت بله دختر میراز نگیره کوکو راست میگه تو یار سرده فکر خریده نکنم که مثل من هوشیار پیدا شد دختر شما رو بس کنه به خاطر که دختر شما کمی ساده تر و خیلی تا مقبولی هم نیه برو کوکو برای کار برو دیگه تم باله با شروع که با تو موقع گفتن پولو که گفتن دختر نیه راست میگم کجا بدی؟ به سرزمین میگم بله چی کرده تو به میگی لکو رو آدم ری میکنی که برو با در سرا مامان روز بشیم چون چه کار و فلانه یه لکو رو آدمی دیونه تو مردم رو کلمه با قداد میکنی ما چی کار داره اختیار خود داره که لکم میره یا نمه با نمیشه با میگه پرم با ما بسته کنه که کجیر بری گلک یاد میده بابا خودی بایی سر مخمی طوری شده تو به گلک یاد نداده بده که برو در سرا مامان روز چون شعر بخونم و چون چهار بیتی بخونم چه کار و فلانه بابا گلک با ما گفتن ما با می دختر مامان روز عاشق خون گفتن گلک جو بری در سرای نبه چی چهار بیتی بخونم با کن دیلی نبوشیده با فهم تو عاشقی ازی که دختر خود اگه کس بدم تو همین دیگه همسایی نی بدم با تو بیتر بخون مامان روز بدیده میگه یک دم غلام میایه به در سرا یک دم گلک میایه به در سرا میگه پرسان کردم که تو اینجا چی میگه گلک گفته که جیر میره که دیگه برو در سرا اینو بشی خاطری که تا غلام همون من گفتو گلک جو یه لکو میتونی تا نافهم دیلکو که هر کار میکنم بکنم تو سر تو با کار خود تو باشه تو اکثر غیر از این که مزاحمت به همسایه ها ایجاد کنی دیگه کاری نداری برو کار خود گوسپندار علف انداختی همون علفایی که به نظر صبح انداخته بود من منا بیدن باشه دیگه گوری میخورم که چکار کنم از صبح تا حال هفته فتون نون خود دمیه اونا نماید یک چنگ علفه از این کارا کرده برو رد کار خود بگیره دلجمع باشیم کارا خورم ای بکرد بکشید کارا خورا من همشون تو رو میبوره